درود بر شما. امیدوارم حالتون خوب باشه. تا حالا در مورد مباحث زیادی با هم صحبت کردیم. مباحثی که ممکنه در موارد پوست و مو بهتون آگاهی بده. ولی هیچ وقت ازتون خواهش نکردم که یک پست رو شیر بکنید و برای بقیه بفرستید. اما امروز انقدر این مطلب مهمه که ازتون برادرانه خواهش میکنم تا جایی که میتونید شیرش بکنید، چون ممکنه مربوط به یکی از مشکلات جسمی همه ما و اکثریت جامعه باشه که رعایت این نکته بتونه رو سلامتیشون تاثیر بذاره و تا حدی باعث بهبود و یا حتی برطرف شدن بیماریشون بشه. با من همراه باشید. مطلبی که میخوام امروز در موردش صحبت بکنم در مورد آرد گندمه. بله، درست شنیدید. قوت روزانه ما، نه تنها قوت روزانه ما که قوت روزانه همه مردم دنیا. اما مطلبی که جالب بود، من اینو رو خودم تست کردم، رو اطرافیانم. اول از خودم شروع میکنم. 4 ماه قبل هر چیزی که توش آرد گندم بود از زندگیم حذف کردم. نتیجه کاهش وزن بسیار عالی. در طول 3 ماه اول من 9 کیلو کاهش وزن داشتم بدون اینکه کم غذا بخورم. من ظهر و شب دارم برنج میخورم. شاید باور نکنید. هیچ وقت گرسنه خودمو نگه نمیدارم. اما قشنگ یک کاهش وزن 9 کیلویی رو تجربه کردم. اونایی که فقط دوست دارن از همه چیز استفاده بکنن و دنبال منجارو میرن میتونن گوش بکنن. مهمترین مسئله‌ای که من در خودم دیدم حل شدن چاقی شکمی بود. من هیچ وقت تو زندگی این شکلی نبودم. ولی تقریبا از بین رفته. نکته بعدی، من مشکل گوارشی دارم. این مشکل تا حدی ژنتیکی و خانوادگی است. پدر منم داره. مشکل اصلی من سندرم روده تحریک پذیر یا IBS شدید بود که در طول زندگیم داشتم و دیگه جزئی از زندگی من شده بود. کلاً حذف شد. مسئله بعدی، بیماری دارم به اسم سبورویک درماتیت از خانواده همون پسوریازیسی که همتون میشناسید. حداقل 50% بهبودی تو این بیماری داشتم. پوسته سرم 50% کمتر شد، کمتر صورتم ملتهب میشه و واقعا از وقتی که گندم رو از زندگیم حذف کردم این اتفاق افتاده. اما چه اتفاقی برای پوستم افتاد؟ احساس میکنم قوام پوستم بهتر شده. پوستم روشن‌تر شده و حال پوستم بهتره. اما دوستی هم داریم که پسوریازیس شدید داشت. استاد دانشگاه هم هست. به سفارش بنده ایشون هم همین کارو تو زندگیشون کردن. 2 ماهی که ضایعات پسوریازیس از بین رفته و حل شده. اما چه اتفاقی افتاده؟ بذرهای قدیمی گندم انقدری محصول نمیدادن. مشکل تأمین کالری و غذا برای کل مردم دنیا با این تعداد جمعیت واقعا ممکن نیست. در نتیجه محققا اومدن روی این بذرها کار کردن.